همه ما توی زندگیمون داستانایی رو داریم که خط زندگی ما رو عوض کرده. اینجا قراره با هم داستانهای غیر عادی رو بشنویم از یه سری آدم معمولی عادی مثل خودمون. سلام، من یگانم. توی چنل من قراره هر هفته یه سری داستان جالب بشنویم که میتونه هم گریه‌مون رو در بیاره هم خنده رو لبامون بیاره. بریم ببینیم پشت خط امروز ما کیه. سلام. سلام، روزتون بخیر. خودتو معرفی میکنی؟ بهم بگی که داستانی که میخوای بگی مال کیه و چه جوریه؟ بله حتما. اگر امکانش باشه میخواستم که برای روایت کردن این داستان از اسمای مستعار استفاده کنم. مشکل نیست. من نگار هستم و میخوام داستان زندگی یکی از آدم‌های عزیز زندگی رو تعریف کنم که سالها ندیدمش. چرا؟ این داستان برمیگرده به سالها قبل، این زمانی که روستاها خیلی حالت بسته داشتن و پدر مادرایی که توی روستاها زندگی میکردن خیلی تفکرات عجیب غریبی داشتن. صدای ذره بده یکم. صدامو دارین؟ یکم ضعیفه صدا. الان چطوره؟ الو؟ الان چطوره صدام؟ اوکیه بده. خب من میخوام داستان زندگی یکی از عزیزانم رو براتون تعریف کنم. از چه اسمی استفاده کنم؟ سپیده. اسم مستعار این خانم توی این داستان سپیده. این داستان برای سالها قبل و مربوط به زندگی پدر این خانم هستش. ایشون دختر عموی من بودن. من یه عمویی داشتم که توی دوران جوونیشون عاشق دختر خانوم میشه. و اون زمانها این عشقای این مدلی خیلی ممنوعه بود دیگه. اینا همدیگر خیلی دوست داشتن و برخلاف اعتقادات عجیب غریب خانواده هاشون با اینکه با هم ازدواج نکرده بودن، نسبتی با هم نداشتن، ولی با هم رابطه برقرار کرده بودن و همین باعث شده بود که این خانوم خیلی احساس ترس بکنه. چند سال پیش بود بودن؟ شاید 50 سال پیش، وقتی که عموی من بودن یه جوون 17-18 ساله بودم. خب اینا با هم رابطه برقرار میکنن و همدیگر خیلی دوست داشتن، ولی بعد از یه مدتی خانواده ها که در جریان نبودن این خانم رو بخوان به عقد کسی دیگه در بیارن و چون اون شخص دیگه یکی از آدم های معروف و سرشناس اون روستا بود، اون خانم قبول میکنه که با اون آقا ازدواج کنه. میتونم یه اسم بذارم که اینجوری راحت تر باشه، مثلا مریم قبول میکنه که با اون آقای سرشناس و ثروتمند روستاشون ازدواج کنه. روز جشن عقدشون عموی من میره سراغ مریم، میگه که من هنوز تو رو دوست دارم، بیا با هم باشیم، بیا بریم فرار کنیم. مریم از طرفش قبول نمیکنه، صرفا به خاطر اینکه اون روز عموی من اون مجلس رو اون جمع رو ترک کنه داخل طویله خونهشون با عموی من دوباره رابطه برقرار میکنه که میشد اینو بذاریم به پای ترس، چون اون یه دختر بچه بود و نادون بود. بعد از اینکه اینا عقد برگزار میکنن و ازدواج میکنن چند روز بعدش عموی من این داستان رو توی کل اون روستا پخش میکنن که ایشون روز عقدش با من رابطه داشته. خانواده مریم جان چرا؟ از یه دشمنی و حرص که مریم ولش کرد و زنش نشد دیگه. خانواده مریم به کل مریم طردش کردن، از روستا بیرونش کردن، همه توف و لعنتش میکردن به طرز خیلی عجیبی. چند بار شبا که خواب بود پدرش برادرش میرفتن بالا سرش که خفش کنن بکشنش. خیلی اتفاقات وحشتناکی برای مریم افتاد تا اینکه مریم واقعا ناچار شد یه روز بدون خدافظی و بدون اینکه هیچ چیزی حتی با خودش ببره روستاشو برای همیشه ترک کنه. ولی از اونجایی که عموی من خیلی پیگیر مریم بود
بعد از اینکه مریم روستا رو ترک کردم رفت دنبالش و مریم توی روستای دیگه پیدا کرد. توی اون روستا مریم از روی ناچاری تو خونه مردم کار کرد به خاطر اینکه حداقل یه جای خوابی داشته باشه. بعد از گذشت چند ماه یه آقای خیلی خوب و مهربون و یکی از کسایی که حالت خیر بود با مریم ازدواج میکنه. با مریم ازدواج میکنه و عموی من به محض اینکه میشنوه که مریم مجدد ازدواج کرده، بعد از چند ماه از ازدواج مریم میره توی اون روستا و این موضوع رو پیش همه مجددا جار میزنه. میگه که این با من بوده، روز عقدش با من بوده، روز عقدش فرار کرده به خاطر اینکه این کار رو با من انجام داده. یه سوال، چرا باهاش ازدواج نکرد عمود؟ جان؟ چرا عمود باهاش ازدواج نکرد؟ عمو میگفتش که در حد من نیست که باهاش ازدواج کنم، ولی دوستش هم داشت، نمیخواست که با کسی ازدواج کنم. بهش نمیگفت بیا با هم ازدواج کن، بهش میگفت فقط با من باش، نمیگفت با من ازدواج کن، تشکیل خانواده بده. بعد از اینکه اون آقایی که با مریم ازدواج کرده بود این خبر رو میشنوه و رسوایی به این بزرگی با وجود میاد، اون آقا توی روستا توی باغچه خودش رو از درخت حلق‌آویز میکنه و خودش رو میکشه به خاطر اینکه خیلی رسوایی بزرگی بود براش که از همه شنید که زنش قبلا با کسی بوده و این اتفاق براش خیلی سنگین. زمانی که شوهر مریم خودش رو میکشه و خودکشی میکنه، مریم باردار بوده. تمام طول بارداریش و تمام طولی که بچهش به دنیا آمد و یه نوزاد بود و بزرگ شد، مریم خونه های مردم کار میکرد. یعنی یه روایتی از پسرش داشتیم که میگفتش که ترکای کف دست مادرمو هیچ وقت یادم نمیره. هیچ موقع نمیاد سراغ عمود؟ نه، اون از ترسش دیگه هیچ وقت برنگشت سراغ عمود. ولی اونجا عموم به مریم میگه که بعد از اینکه شوهر مریم خودکشی میکنه و به گوش عموم میرسه و عموم میفهمه که مریم باردار بوده، مجدد میره سراغش و میگه که تو یه بار منو ول کردی، منو فروختی به یه آدم دیگه، منم این بار تو رو فروختم. تو هر وقت میفهمیدن که تو چقدر زن بدی هستی. یک این حرفو عموم به مریم میزنه. همون سالها میگذره، دنیا میگذره، بزرگ میشن بچه ها، ازدواج میکنن. بعد از گذشت چند وقت عموم دخترش رو به زور شوهر میده. چند تا بچه داشته؟ عموم چند تا بچه داشت؟ عموم سه تا بچه داشت، دو تا پسر یه دختر. دخترش رو به زور شوهر میده. من دارم داستان زندگی دخترش برای شما تعریف میکنم. دختری به اسم سپیده. وقتی سپیده رو به زور شوهر میده، از همون اول سپیده با همسرش مشکل داشت. هرچند میگفت که میخوام طلاق بگیرم و میخوام جداشم، هیچکس به حرفش گوش نمیداد. حتی یک بار بعد از چند سال زندگی سپیده از خونه میذاره میره. دخترعموهای دیگه هم پیداش میکنن، میگن که سپیده بیا خونه ما به هیچ کس نمیگیم تو کجایی، فقط برگرد که ما بدونیم تو یه جایی رو داری، تو خیابون نموندی. اون موقع سپیده هنوز بچه نداشت. سپیده برگشت و من رو به دخترعموهاش اعتماد کرد، رفت خونه عموی بزرگم. وقتی که میخواستن غذا بخورن، توی غذای سپیده داروی بیهوشی ریختن، سپیده رو بیهوش کردن. همون موقع زنگ زدن به عموم و پسراش اومدن سپیده رو تا میخورد کتک زدن و بردن خونش. سپیده با این غم بزرگ تو زندگی کنار اومد. اون بچه دار شد به امیده که شاید زندگیش بشه. دومین بچه‌ش هم که به دنیا اومد دیگه به کل از این زندگی برید. یه مدت که میگذشت همه میگن که برخلاف چیزی که توی زندگیش مشکل داره، سپیده حالش خوبه، حال روحیش خوبه. اینم بگم که سپیده یه دختر خیلی فعال و باهوش بود و یه دختر بسیار زیبا، یعنی اصلا دست زیباییش ندیدم تا حالا. این دختر فعال و باهوش مدرک پرستاری داشت، مدرک آرایشگری داشت و توی همه این حرفه‌ها خیلی خبره و واقعا حرفه‌ای کار می‌کرد.
سر کار رفت و کار کردن و آرایشگری و پرستاری داخل بیمارستان سر خودش رو کم کرده. هر روز یه ماشین جدید می‌خرید، هر روز یه لباس جدید تنش بود، بهترین طلاها، بهترین مسافرت‌ها. که راهش یه جورایی از شوهر جدا شده بود. شوهرش برای خودش زندگی می‌کرد، اینم برای خودش. مدتی گذشت، سپید دوباره گفت که من میخوام جدا بشم. افتادم توی دعوا و کشمکش. چرا؟ خب وقتی نمیخواست زندگی کنه چرا جدا نمیشدن؟ یعنی عموت اجازه نمیداد؟ عموی من یه آدم دیکتاتوری بود که میگفت هر چیزی که من میگم همه باید بگم باشه. و این داستانی که من برای شما دارم تعریف میکنم یکی از داستانهاییه که عموی من باعث زبانیش شده بوده. خیلی آدم بدیه، آدمیه که دوست داره همه تحت سلطش باشن. بعد از گذشت یه مدت یه روز یه آقایی به طور ناشناس عموی من زنگ میزنه. ما داخل روستامون یه آقایی داریم به اسم مجید. این اسم واقعیش، اسم مستعارش نه. مجید یه آدمیه که خیلی فضوله. هر جا هر کی میخواد که یه موضوعی رو همه بفهمن به مجید اطلاع میده. یه روز یه آقایی به طور ناشناس زنگ میزنه به عموی من و به مجید. آدرس یه خونه میده. میگه که توی این خونه سر فلان ساعت بیاین، من باهاتون کار دارم. سر اون ساعت عموی من و اون مجید دهنلق توی اون ساختمون وارد میشن. بهشون میگه بیاین بالا. وقتی که میان بالا در خونه رو باز میکنه، میبینن که بله سپید با این آقا داخل خونه. جدی؟ اونجا عموم شوک میشه. یعنی خیانت کرده به شوهرش؟ بله، خیانتی که سالها داشته خیانت میکرده. یعنی تمام سالی که اینا فکر میکنن سپید از درآمدش داره اینجوری به خودش میرسه، یه آقای دیگه بوده که در ساخت میکرده. وقتی که در باز میکنن، خب عموم حالت رعشه‌ای میشه، تشنج میشه. فکر کنید دختر خودش رو برهنه توی اتاق با یه مرد دیگه میبینه، دختری که 2 بچه داره. شوهر سپیدم بوده اون روز. اونجا این آقا برمیگرده به عموی من میگه که یادته که چند سال پیش چی کار کردی؟ اینا میگن چی؟ داستان چیه؟ میگه من پسر مریمم، من بزرگ شدم، همون روزا به خودم قول دادم، همون موقع مامانم تمام جریان رو برای من تعریف کرد، همون موقع که بچه بودم و من به خودم قول دادم یه روزی انقدر بزرگ و ثروتمند بشم که همون جوری که زندگی مامانم از هم باشیدی زندگی از هم باشم. حالا یک مساوی. و برای همیشه سپیده رو ترک میکنه و میره. باورم نمیشه. برای همیشه سپیده رو ترک میکنه و میره. سپیده اون شب برمیگرده خونهش، تمام مدارکش و وسایلش و همه چیشو جمع میکنه و از فردای اون روز تا الان که تقریبا 12 سال میگذره هیچ کسی نمیدونه سپیده کجا. حتی نمیدونن مرده زنده است. هیچ کس نمیدونه این آدم کجا. یعنی هیچ موقع سراغ بچه هاش هم نیومد؟ حتی سراغ بچه هاش هم نیومد. یعنی یه دردی براش پیش اومد، یه مشکل به این بزرگی انقدر براش سنگین بود که حتی یه مادر از بچه هاش هم گذشت و رفت. و تمام اینها به خاطر عقده و کینه و آزاری بود که عموی من به یه دختر بیگناه و بی‌پناه رسونده بود. الان هیچ موقع هیچ کس یقه این مرد نمیگیره که چرا همچین کاری کرده؟ چرا؟ خیلی تو روستا همه طردش کردن، خیلی آوازش همه جا پیچید، خیلی هایی که باش کار میکردن دیگه حتی باش کارم نکردن چون جریان رو فهمیدن. پسر مریم بسیار خوشگل، خوشتیپ و بسیار ثروتمند شده بود. یکی از آهن فروش‌های بسیار مطرح و معروف شهر تهرانه. مریم زنده است؟ مریم زنده است. به خودش قول داده بود و قسم خورده بود که بزرگ بشه و انتقام مادرش رو بگیره. مادری که با کلفتی و کارگری تو خونه‌های مردم پسرش رو بزرگ کرد، حالا پسرش براش یه خونه بزرگ گرفته بود، یه زندگی مرفه آروم، ولی از هیچ کدوم این اتفاقات مریم خبر نداشت. مریم روزی خبردار شد که پسرش
مجید و عموی منو برد و همه این صحنه رو دیدن. اون روز مریم خبردار شد که همچین اتفاقی رخ داده. تو هیچ وقت پسره رو ندیدی؟ من هیچ وقت پسره رو ندیدم از نزدیک، ولی همون موقع ها یه چند ماه که گذشت، چون دخترم با من خیلی صمیمی بود، همه پیش من سراغشو میگرفتن، میگفتن تو میدونی کجاست تو نمیگی، در صورت که واقعا نمیدونم کجاست. اگه میدونستم هم نمیگفتم، چون میدونستم میخوان قشنگ بکشنش، یعنی مطمئنم که اگه دستشون بهش برسه میکشنش. یعنی انقدر پررو هستن که با کارهایی که خودشون کردن؟ آره، چون اصلا میگن که حالا اون برای گذشته بود، تموم شده بود، تو نباید الان این کارو میکردی. یعنی من اگه میدونستم هم نمیگفتم. ولی چند سال بعد از این قضیه ناپدید شدن آرزو، از این قضیه ناپدید شدن سپیده، من توی این اینستا یه تماس تصویری داشتم. این چند تا تماس تصویری از یه اکانت ناشناس که به هم پیام داده بود که من فلانیم، همونی که با آرزو با سپیده بودم، جواب بده کارت دارم. من تصویری باش تماس گرفتم، جواب دادم، گفت تو میدونی سپیده کجاست؟ من تمام این سالا از عذاب وجدان دارم میمیرم، میخوام پیداش کنم، زندگیش رو سر و سامون بدم. یعنی عاشقش شده؟ خیلی دوستش داشت، ولی خب انتقام و ترجیح داد. حس انتقامی که میخواست بگیره از علاقش قوی تر بود مثل اینکه. بعد که من واقعا نمیدونستم، واقعا اگر میدونستم بهش میگفتم که سپیده کجاست، چون میدونستم که سپیدم تو اون زمان حتما اینو خیلی دوست داشته که به خاطرش دو تا بچه‌ش گذاشته کنار. الان اون دو تا بچه هیچ سراغی از مادرشون میگیرن؟ اصلا یادشون میاد؟ آره، اون بچه‌ها خیلی هنوز بیقرار مادرشونن. مادر سپیده خیلی بیقرارشه، برادرش هنوزم که هنوز خیلی گریه میکنه و نگرانشه، ولی هیچ وقت هیچ کس نفهمید سپیده کجاست. تا تقریبا 5-6 ماه پیش یه نفر به من زنگ زد، گفت سپیده رو توی هشگر با یه ماشین شاسی بلند خیلی خوشگل دیدم. من بهش گفتم مطمئنی؟ گفت آره، میوه خرید، از تو میوه فروشی اومد بیرون، سوار ماشینش شد. خب میتونین همونجا تنها نشونه بود. خب ما خیلی گشتیم، ما ثبت احوال رفتیم، بیمارستان رفتیم، کلانتری، حتی دنبال این بودیم که یه کارتی استفاده کنه متوجه بشیم، ولی یه جوری رفت که دیگه رفت و هیچ وقت میگم بعد از 12 سال یه نفر گفتش که توی هشکر دیدمش، که من بازم بعید میدونم خودش بوده باشه. فقط آرزو میکنم هر جا که هست حالش خوب باشه، خوشبخت باشه، چون واقعا بیگناه بود. تو زندگی بود که خیلی داشت عذاب میکشید، این اومد بهش محبت کرد، نظرش رو جلب کرد، واقعا قربانی شد، و امیدوارم داستانش درس عبرتی باشه برای همه. درسته. امیدوارم که برگرده، به خاطر دو تا بچه هم که شده. خیلی دوست داشتم که اینجا این داستان رو بشنوه، شاید به گوشش برسه، نمیدونم، ولی ازش خواهش میکنم که حداقل یه بار به برادرش زنگ بزنه، چون برادرش خیلی بیقرارشه. خیلی داستان جالبی بود، واقعا احساس کردم دارم فیلم میبینم. نمیدونم خیلی جالبه چجوری تو واقعیت هم همچین اتفاقایی میتونه بیفته. خیلی خوشحال شدم از تماس تو، اولین داستان پیج مایی، و امیدوارم که اگر سپیده این ویدیو رو دید یه سراغی از بچه‌هاش لااقل بگیره. آره امیدوارم. ممنون که با هم تماس گرفتی. قربان شما، خدا نگهدار. عزیزی، خداحافظ. داستانی که امروز شنیدیم واقعا شبیه فیلم‌های دهه 50. چه حسالی پیدا کردی از شنیدنش؟ به نظر تو چه درسی میتونی ازش بگیری؟ من یه قسمتایش رو اصلا هنوز باورم نمیشه، اما سپیده جان امیدوارم که اگر این ویدیو رو اینجا دیدی حداقل یه خبری از بچه‌هات بگیری، شاید ما باعث بشیم که یه اتفاق خوبی برات از این به بعد بیفته. حس و حال تو از شنیدن این داستان چی بود؟ اگه برات جالب بود کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله رو روشن کن تا از ویدیوهای جالب بعدی جا نمونی.